چی نگاه کاری شده؟ لبای اینقدر دوای چومه کتی شما؟ با بیدو ها؟ جبیایی جوی گفتگی وایزنم جوی گفتگی دوگونم برای شیش گفتم کو انا گفتگی انا گفتگی دو بیای اینجا من گفتم کو گیاهای شفا بخش اینجا بی حوزی من شما دوگونم گفتگی حوزی میبود من صورت دیدم حوزی همه همینو میدونه چه شفا بخش همه از علف مردت باور میکنی چه دروی اینو دروی شفا بخش باور کنی اینا بینه اینا گیره یک بار همینا گیره اینا حوز من یک کنه دو تا میگیره نگاه کنی اینا بینه انا میدونه اینو چه فایده بخش انا اینم همه قدروش و نفگی اینو یا همش از علف این دروی عربی من این سیادونه هم داشتیم من سیادونه اینو بینی مردم اون برای سلفه اون من برای همه چی فایده دارد اینو بینی مردک همونی این کچون میکنی کیا ها این مرده این باور میکنی همین دوای گرفتگیتون کو از همین ناخون پوچتون سر کرده تو توری سرتونه همه جا تو الان که بچه 18 ساله میشه باور میکنی همین خیلی ناز میشه که تمام چی داد؟ مرده که بسیار چی گرفته تو برو من خدمه چکو کنم اینجا بینی میدونه این چه شفا بخش من میدونم بارسا که بسیار نداری دادر جان دادر جان لبای همین دواها همشون فایده بخش باشن بله این از گیاهی بله از گیاها همه این فایده داره به تمام عضو بدن حتی عصب های رحمت دادر جان یک چی دیگه پرسم لبای همین میخوام که وای زیارتی حج روم همونا چی خیلی دادر جان یا نرخ نماشم میگفته سلامت باشه این از مرکز شهر مسکو چون که ببینید من اینجا کلان سراغ نوشته شده است دیدم و از تمام گوشه و کنار دنیا یعنی از مرکز شهر مسکو میتونن به زیارت خانه خدا روند نرخ نماش چی دادر جان سفر حج عمره $1200 بخورک و $1400 بخورک تمام خدمات ها در اینجا داخل کرده می شود انا این است باز توفه دیگر برجامه و مخصوص یعنی رحمت دادر جان من حتما از همین مرکز شما میخوام روم برای که مرکز شما همین شرکت زمزم تعریف کردن که منم میخوام که همین شرکت شما خطی زیارت خانه خدا روم بله سربلند باشید شرکت زمزم شرکتی است که کفالت میدهد که همه مسلمانان روی دنیا از اینجا به خانه خدا سفر کنند رحمت دادر جان من گشتم بیام همون گفتگیتون نه توفه سلامت باشه دادر جان این توفه بینه رحمت دادر جان رحمت من حتما میبیام سلامت باشه مرده گرفتی؟ او چوی که بسیار گرفتی؟ این مرده خیلی تعلیقه رو خدا دارم راست شرکت زمزم گیاهای شفا بخش را توصیه میدهد شرکت زمزم با دلی پر با کفالت شما را به زیارت خانه خدا برده میارد شما تنها مراجعت کنید سراغه ما در مرکز شهر مسکو